وقتی به بتون فکر می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ سیمان، درسته؟ اما اگه بهتون بگم مهمترین بخش بتون، یعنی چیزی که واقعاً استخوان‌بندی و مقاومت اصلیش رو تشکیل میده، یه چیز دیگه است که معمولاً اصلاً بهش توجه نمی‌کنیم، یه جور قهرمان گمنام. امروز می‌خوایم دقیقاً داستان همین قهرمان رو براتون تعریف کنیم. به این سازه‌های غول‌پیکر نگاه کنید، این آسمون خراش‌ها، این پل‌های عظیم که انگار کل دنیای مدرن ما رو روی دوششون نگه داشتن، همشون از بتون ساخته شدن. ولی تا حالا از خودتون پرسیدین که بخش عمده این بتون، یعنی اون چیزی که بیشتر حجمش رو پر کرده، واقعاً چیه؟ این عدد رو ببینید، 60 تا 75%. فکرش رو بکنید، این یعنی چیزی حدود 3/4 کل حجم اون بتونی که اون برج‌ها و پل‌ها رو ساخته، فقط یه ماده است و نه، اون ماده سیمان نیست. بله، درست شنیدید. بخش عمده بتون خیلی ساده، سنگ و ماسه است. شن، ماسه، سنگریزه‌های خرد شده. توی دنیای مهندسی ما به اینها میگیم سنگدانه. اینها همون قهرمانای گمنامی هستن که میخوایم داستانشون رو باز کنیم. خب، برنامه‌مون چیه؟ اول میفهمیم این قهرمانای گمنام دقیقاً چی هستن. بعد میریم سراغ انواع مختلفشون. بعدش یه بخش خیلی فنی و مهم داریم، دانه‌بندی. از کنترل کیفیتشون میگیم و آخر سرم میبینیم که چطور همین سنگای کوچولو اون سازه‌های غول‌پیکر رو میسازن. بزن بریم. خیلی خب، بریم سراغ بخش اول. سنگدانه‌ها. اینو فقط یه مشت سنگ نیستن که فضا رو پر کنن. نه، اینها در واقع اسکلت بتون هستن، ستون فقراتش. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، سنگدانه‌ها همون اسکلت سنگی بتون هستن. خمیر سیمان چیه؟ اون چسبیه که این اسکلت رو محکم به هم میچسبونه و یه توده یک پارچه و فوق‌العاده قوی درست میکنه. بدون اسکلت چسب به تنهایی هیچ قدرتی نداره. اما خب همه سنگدانه‌ها مثل هم نیستن. انواع مختلفی دارن که هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن. بیایید با بازیگرای اصلی این صحنه آشنا بشیم. اولین راه برای دسته‌بندی سنگدانه‌ها بر اساس وزنشونه، یا بهتر بگم چگالیشون. ما سنگدانه‌های سبک وزن داریم با وزن معمولی و سنگین وزن. این یعنی چی؟ یعنی بسته به این که از کدوم نوع استفاده کنیم، میتونیم بتون نهایی سبک، معمولی یا سنگین بسازیم. مثلا بتون سبک برای بلوک‌های ساختمانی عالیه. بتون معمولی همونیه که توی اکثر ساختمونا میبینیم. بتون سنگین هم کاربردهای خاص داره، مثلا توی نیروگاه‌های اتمی برای جلوگیری از تشعشعات. خب اینا از کجا میان؟ بعضیاشون طبیعی‌ان، مثل شن و ماسه رودخونه. بعضیاشون مصنوعی، یعنی سنگ رو از معدن استخراج میکنن و میشکنن. اما یه نکته خیلی جالب و مهم اینه که امروزه دارن بیشتر و بیشتر از سنگدانه‌های بازیافتی استفاده میکنن. یعنی بتون ساختمان‌های قدیمی رو خرد میکنن و دوباره ازش استفاده میکنن. حتی از ضایعات صنعتی مثل سرباره کوروها هم استفاده میشه. این یه کمک بزرگ به محیط زیست. این دوتا رو کنار هم ببینید. تفاوتشون واضحه، نه؟ سمت چپی سنگ رودخونه‌ایه، گرد و صاف، چون سالها توی آب غلتیده. سمت راستی سنگ شکسته است، تیز و زاویه‌دار. شاید به نظر یه تفاوت ساده بیاد، ولی همین شکل ظاهری یه تأثیر فوق‌العاده بزرگ روی مقاومت و کارایی بتون داره که جلوتر دقیقاً بهتون میگم چرا. و حالا میرسیم به یکی از کلیدی ترین و فنی ترین بحث‌ها، دانه‌بندی. اگه بخوایم یه بتون عالی داشته باشیم، باید این مفهوم رو کامل درک کنیم. این واقعاً قلب ماجراست. دانه‌بندی یعنی چی؟ یعنی این که ما یه ترکیب هوشمندانه از سنگ‌های ریز و درشت داشته باشیم. یعنی ما نمی‌خوایم همه سنگریزه‌ها یه اندازه باشن. برعکس، ما دنبال یه طیف کامل از اندازه‌های مختلفیم تا بتونیم تمام فضاهای خالی رو پر کنیم. این تشبیه حرف نداره. واقعا مثل بازی تتریس با سنگه. هدف اینه که بلوک‌های مختلف، یعنی سنگ‌های با اندازه‌های مختلف، رو طوری کنار هم بچینیم که کمترین فضای خالی باقی بمونه. سنگ‌های بزرگتر جاهای اصلی رو میگیرن، کوچیک‌ترا میرن تو فضاهای خالی بینشون و ماسه‌های ریز هم دیگه هر چی سوراخ سنبه باقی مونده رو پر میکنن. خب، چرا اینقدر مهمه که این فضاهای خالی رو پر کنیم؟ 4 تا دلیل اصلی داره. اول اینکه فضاهای خالی کمتر میشن.
دوم اینکه چگالی بتون میره بالا، یعنی متراکمتر و قوی‌تر میشه. سوم اینکه کار کردن با بتون راحت‌تر میشه و چهارم که از نظر اقتصادی فوق‌العاده مهمه، ما به چسب کمتری نیاز پیدا می‌کنیم، یعنی خمیر سیمان کمتر. سیمان گرونترین بخش بتونه. پس دانه‌بندی خوب یعنی هم بتون قوی‌تر، هم کار راحت‌تر و هم پول کمتر. یه معامله برد. خب مشخصه که ما نمیتونیم هر سنگ و کلوخی که پیدا کردیم رو بریزیم توی بتون. استانداردهای خیلی دقیقی برای کنترل کیفیت سنگدانه‌ها وجود داره. پس سوال اینه، یه سنگدانه خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خب غیر از این که باید محکم و با دوام باشه، مهمترین چیز اینه که باید تمیز باشه، یعنی عاری از هر گونه مواد مضر و ناخالصی، چون این ناخالصی‌ها در بلند مدت مثل سم عمل می‌کنن و بتون را از درون نابود می‌کنن. این جدول از استاندارد ASTM C33 رو ببینید. این یکی از معتبرترین استانداردهای دنیاست. ببینید چقدر سختگیره. میگه مقدار مواد خیلی ریز مثل گل و لای توی سنگدانه ریز یا همون ماسه نهایتاً باید بین 3 تا 5% باشه و توی سنگدانه درشت یا شن حتی کمتر از 1%. چرا؟ چون این گل و لایه‌ها تشنه آب هستند. کلی آب به خودشون جذب میکنن و این باعث میشه هم مقاومت بتون بیاد پایین، هم دوامش کم بشه. یادتونه راجع به شکل سنگدانه‌ها حرف زدیم، گرد یا زاویه‌دار؟ اینجا دلیل اهمیتش رو میبینیم. سنگ‌های زاویه‌دار مثل قطعات پازل توی هم قفل میشن. این باعث میشه مقاومت بتون خیلی بالاتر بره. از اون طرف سنگ‌های گرد و صاف راحت‌تر روی هم سر می‌خورن. این کار کردن با بتون رو ساده‌تر می‌کنه و به آب کمتری هم نیاز داره. پس انتخاب بین این دو کاملاً بستگی به این داره که اون بتون رو برای چی می‌خوایم. خب حالا که همه این جزئیات فنی رو گفتیم، بیایید یه قدم بریم عقب و ببینیم اینها توی دنیای واقعی چه معنی دارن. چرا این همه وسواس به خرج میدیم؟ وقتی به یه سازه باشکوه مثل این پل نگاه میکنیم، چیزی که میبینیم فقط فولاد و بتون نیست. ما داریم نتیجه نهایی هزاران تصمیم مهندسی درست رو تماشا میکنیم. این قدرت، این زیبایی از انتخاب درست همون سنگریزه ها و دانه های ماسه کوچیک شروع شده. پس خلاصش این میشه: انتخاب درست سنگدانه، دانه‌بندی اصولی و کنترل کیفیت دقیق تهش به چی ختم میشه؟ به مقاومت و دوام بیشتر، ترک خوردگی کمتر، هزینه تمام شده پایینتر و از همه مهمتر به ساختمان‌ها و پل‌هایی که ایمن‌ترن و عمر خیلی طولانی‌تری دارن. اما این تصویر یه هشدار مهمه. یه یادآوریه که هر شکست بزرگی معمولاً از یه نقص کوچیک شروع میشه. یه نقص که شاید اولش به چشم نیاد. مثلا یه دانه‌بندی که درست انجام نشده یا فقط چند درصد ناخالصی بیشتر از حد مجاز توی مساله. و این همون سوالیه که میخوام شما بهش فکر کنید. وقتی میبینیم یه ساختمون، یه پل یا یه جاده شروع به خراب شدن میکنه، چند درصد مواقع داستان اصلی، داستان واقعی از همون سنگریزه‌های کوچیک شروع شده. دفعه بعدی که از کنار یه ساختمونه دار حال ساخت رد شدید، به اون تپه‌های شن و ماسه با یه دید دیگه نگاه کنید. به یاد این قهرمانای گمنام بیفتید و به این فکر کنید که استحکام هر چیز بزرگی واقعاً به درستی کوچکترین اجزای اون بستگی داره.